سلام، اسم من لیلا است و در یک خانواده خوب زندگی می کنم. این ننه بزرگ من اکرم است. او عاشق نوه پسری است و همیشه به برادرم عیدی بیشتری می دهد. او گوشه روسریش شکلات‌های رنگی رنگی قایم می کند و یواشکی از همه می خورد. او همیشه روی سرش حنا می گذارد و موهای بلند و حنایش را مرتب می بافد. او می گوید وقتی که جوان بوده چشمان رنگی، قامت بلند و هزاران خواستگار داشته است. این خواهر بزرگترم زهره است. او دوست دارد سیبیل‌هایش را بردارد که دیگر پسرهای کوچه به او نگویند چاکریم مخلصیم و بتواند یک خواستگار خوب پیدا بکند. اما ننه میگوید این کار بی‌آبرویی است و مردم چه میگویند؟ این آق بابا است. او خیلی مرا دوست می‌دارد. او همیشه صبح زود بلند نماز می‌خواند و همه را بیدار می‌کند. همه از این کار او همیشه شاکی هستند. او حتی در تابستان هم پتوی سربازیش را رویش می‌کشد. او چرت بعد از نهار را هرگز ترک نمی‌کند و بعد از نهار با گفتن خانوم من سنگین شده‌ام چشمی رو هم می‌گذارم می‌خوابد. این ننه اعظم است. او همیشه می‌گوید آقا جونش او را به زور شوهر داده و از ازدواج با آقام گله دارد. مادرم میگوید پول زیادی نداریم، اما من میبینم که او همیشه زیر فرش پول قایم میکند. این آقا جونم است. او همیشه در حال اخبار دیدن است و صدایش را تا میتواند بلند میکند. او بیدلیل راه میرود و اگر پنکه سقفی روشن باشد آن را خاموش میکند و داد همه را در میآورد. این برادر بزرگترم جواد است. او به کفتربازی علاقه زیادی دارد. او از طاهره دختر همسایه روبرویی خوشش می آید و از پشت بوم خانه او را دیب می زند. خانواده من ماجراهای بسیار دارد. پس تا دیداری بعد، بدرود.